تویی؟ ایبا وقتی که دختر و مادر رو در روبرویم دیدم دیوانه شدم. اعتبار دادی از روزی اول به تو پیامک روان کرد. با مدیر آنها رو ران گفتم هر دوشان رو از در بیرون کرد. اگر افتشان رو میدیدی سوزن، باز هنگامی رفتند به من پستانده نگاه کردند. بیشرم ها. تو مرا گوش میکنی یا نه؟ از پس من گپ میزنند. کی؟ همه آدمان چی ها میگویند؟ نه جانم، این خیلی نیست. اگر این طور میشد من حتما میشنیدم. بسیار هم خوب. انا در همین لحظه ها دوستان دروغ میگویند. همه از قفل من گپ میزنند. آدمان میگویند که او به این سزاوار بود. اکنون جزایش رو گرفت. همه از پس همه رو مسخره میکنند. اما کسی با تو روبرو شده چیزی گفته نمیتواند. بله گفته نمیتواند. اما غیبت آدمان حقیقت رو عوض نمیکند. اگر من همه بودم غیبت میکردم. خانم مجیده شرطنامه اویله دارشوی رو امضا کننده است. چی؟ وای باشد امضا گذاشته است؟ امضا گذاشته است. کاش خانم مجیده این طور نمیکرد. چرا؟ اکنون میداند که اگر جدا شود چیزی را گرفته نمیتواند. برای همین برای جدا نشدن کوشش زیاد میکند. جدا میشود. وقتی که کارم با او تمام شود از آمدنش به استانبول پشیمان میشود. ای با تو مردی. اگر از اینجا خلاص شوم تو رو یک لحظه هم زنده نمیمانم. حسرت رو تو دزدیدی. با آن آدمانم کاری کردی. اون آدمان تو هستن نه؟ چی علاقه دارد؟ دهان بینیت رو نشکستم مرا کشا. بعد قادر از این با خبر شده و اون شب تو را خوب لط و کوب کرد. همین طوره؟ دستم را کشایی با. کشا گفتم. اون شب حسرت رو نیز همین طور بستن. ترسید. تمام عمرش پیش چشمش آمد. اکنون فهمیدی اکا؟ اکنون فهمیدی که جیانت چی هایی را از سر نگذراند؟ بسیار گپ نزن. مرا کشا. اویله مهم است اکا. در حیات از همه مهم اویله است. نه خود انسان برای پول با اویلهش این کار را روا بیند. تو کیستی نابکار؟ انسان فروخته شده؟ چی بودنی آیله را تو از کجا میدانی؟ تو آدمی میباشی که پدر و مادرت معین نیست. تو آیله را از کجا میدانی؟ تو را دادر گفتیم، به دستور خانمان جای دادیم، تو را به درگاه ما قبول کردیم. اکنون تو آدم شدی؟ این با مرا کشا. با استانبول نرو. هرگز فکر استانبول رو نکن. رفته حیات نو برپا میکنم نگو که قادر تو رو با دستان خودش بوغی کرده میکشد. این رو فراموش نکن. مرا سرده. کشا. تو خطا کردی. اون طرفش کاری خودت. ایبا تو مردی. نابود میکنم. تو را نابود میکنم نابکار. ایبا اینجا بیا. فیلیز، اگر باری دیگر در حق نیلگون ناحرمتی کنی به این شرکت قدم نمیگذاری. عذابش را بر زیاد میکشی. کمال من بیهوده زور نزن. با مدیری مغازه صحبت کردم. تو این کارا کرده ای. این آگاهی قطعی من است. سلام. صبح بخیر جنابی کمال. صبح بخیر. این نقشه کاری امروزه. فهمم. بگو که با من قهوه بیار. مایلش. من آمدم. خوش آمدی. جرغوت خریدی؟ با من جرغوت نگفتید کو؟
خدایا توبه. با تو پیامک فرستادم کو. نمیدونم. به این هم 1 ساعت در نوبت ایستادم. واه 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 واه، اژدها بر این گرسنه. قادر سورپریز. خرسند نشدی؟ تقویت اومد. برای نکاح آمدم قادر، برای نکاح. این خراب شده است ها؟ نیلگون بسیار خوب. شعر نری من، اجازه ده تا که آیله دار شوی خواهرم را ببینم. به دسترخوان مرحمت، خنک نشود. بیا تو هم بشین. میدانید به مانند سومالی ها گرسنه شدم. من به شما در آنجا 1 هفته زندگی کردن نمیتونم، قسم میخورم. تشکر. به خدا که جناب کمال در حقیقت اویله‌دار شده ایستاده است. آیا این کاری درست است؟ خانم سوزن کجا و این خانم کجا؟ معنای این از اسب فرآمده به خر سوار شدن است. مادر جان، زنها رو با عالم حیوان‌ها مقایسه نکنیم. ای با سر کردی کنیم نکنیم به یگان تردد رفته از آشخانه بلغه رو گرفته می آیم. خبردار باش. مادر جان، شما خود رو مانده نکنید. من خودم رفته می آورم، حتی خودم رو میزنم. شما عموما مانده نشوید. یلدا مادر، اینقدر دوست می‌دارید نامم رو هر زمان گرفتن؟ باز خود رو آرا داده ای، لباسی سرخ پوشیده ای، کمی گپ زن. این چه احوال ها؟ رو با چشمم ننما. رو آفرین فاضل. نخواد آدم در جزودانش 1 جفت جراب هم نماند. در اینجا باشد. خالی در اینجا؟ نه، این از آنی قادر. اینش چی؟ اینش از آنی نیلگون. شرطنامه آید آیله دار شوی کمال. این رو ببین در اینجا چی نوشته شده است ها؟ قانون ترکیه. ای به وجدانت توف کنم جناب کمال. تقا شما رو انتظاریم. آمدم. جناب کمال. تقا زود باشید. جیان به من 1 جفت جراب یافتده، من نیافتم. مأمور نکاح دیر کرد. فکر نمی کردم که اینقدر به هیجان می اویم. دست پایم از کار مانده. با کسی گپ نزن، من هم همینطور. کاش که اکای احمدم می اومد. اینقدر سال برای من غم میخورد، اما به نکاح آمده نتوانست. افش بیمار شده است، تنها گذاشته نمیتوانم گفت. برای خبرگیریش حتما میرویم. اول از عقد نکاح گذاریم. مادرت زنی دوراندیش است. بله همین خیلی. ولی این را از کجا فهمیدی؟ با جای او اگر یگان زنی دیگر می بود توی با حشمت میکرد، اما او توی رو در بین اویله کرده ایستاده است. این کارو تنها زنی دوراندیش میکند. به این چه خیلی خرسندم. با یک دیگر مناسبند. الهو همه وقت با هم باشند انشاءالله. یلدا اکنون کاری من سر شده.